اون راست میگفت. زندگی تا وقت خونه باباتی آسونه، نه درگیر کرایه خونه ای، نه اینکه میوه از یه تایمی بیشتر توی یخچال خراب میشن. نگران نیستی نهار چی بخورم، نگران نیستی قهوه خونه داره تموم میشه، نگران نیستی که لباسا رو باید یه جوری بشوری که موقعش بشه، خونت هم مرتب باشه، در کنارش هر شب مسواک بزنی، درستو بخونی، خونه رو جارو بکشی، کتاب بخونی، سطل آشغال خالی کنی. مامان همیشه راست میگفت. زندگی یه حسن میشه.